که بگیره افغان لحظه گوشی اصلا معمور حکومت اسلامی بودن. نه، اسلام یهده بوده در اشم، ولی همه جا نبوده. یک حکومتی بوده در مرکزیت ایران، حالا شهر وی بوده، حالا حکمتانه بوده یا هر کجا که بوده، ولی همه جا که نرفته. نایب حکومت اسلامی نرفته، در زمان عباسیان رفته، در زمان حکومت عباسیان. دوست دلیلی بود. یکی دلیلیشی که واحدی که ایرانیان بوده، مثلا ابو مسلم خراسانی شما باعث بوده که در این زمان گشتر نفوذ بکنه، سپورتی گشتر بوده، چون عباسیان از یک طرف به حضرت عباس وصل، حضرت عباس حضرت پیغمبری ناکو بوده، شما عواملی بوده که اثرش بوده. یعنی اولین نمایندگان رسمی حکومت اسلامی مردم در خیلی جاها زمان عباسیان گندی، اصلا زمان امویان نبود. این آقای حمزه در همین زمان، در زمان یکی از خلفای عباسی. جی ها، نه شما جا امیر حمزه نماسک نه، بلکه ای حمزه گناهی هم نامه و هیچ سند دیگه هم نی که ثابت بکن که غیر از اشعار، لحظه اشعار حماسه ای و شاعرم مثل مولا فاضل و مثل ایکس پورت، ولی من شاید سند تاریخی ندارم، هنچه که بیشتر سند تاریخی ندارم. شما حماسه با تاریخ باز جوه پرکه لحظه چیز از تاریخش گم. مثلا وجود شخصی به نام میر چاکر بوده، سردار و کامم زمجنی هم که من مسائل دارم و چه مورد ما رو باز که در بلوچ که در غیر بلوچ فردوسی تمام اشعار حماسه ایه، ولی درست نه از نظر تاریخی پاک، بخشی درسته. و این چیز مکشمی بلوچستان تا در تاریخ توهی ضرری مارجته. اشعار حماسه ای 530 سال تاریخ بلوچستان کار کرد با عنوان نمونه. تمام زمانی که ملکان در بلوچستان حکومت کرده با همین چند تا شعر حماسه‌ای گاره، همه جا حاکم که یا جلال خان یا میرشاهک و بهرام و میرچاکر، در حالی که آین هیچ نوع حکومتی ایده نبوده مگر سربی خوتان بوده، ولی در کیچ این قسمتش نبوده، دست ملکان. نو تو از گپ جنه از نظر تاریخی پشتت دشمن نویسه، ولی اگه بگوشه بیا سند دارم که زندش نه هیچ چیزی. مدرک چیه؟ ما رو تاریخ نبوده، به تاریخ شعره ما وقتی ملبوط زمانه، ما هنچی مردم در مورد ما زانه سرگذشتش شکل کتاب نویسه بوده وقتی شاعر شعر
چی بوش به کجا اجبارت رسیده درست زمان ما بود ما پاک واقع تنظر شعر حماسه شر بزرگترین خدمت به ادبیات ما کرد شیران گوهری هران میر چاکر میر حماد سمبوله شر حماسه مره در ادبیات ما یحتوی و می ادبیات چین که رونق شان داده همی اشعار چین که دیما برده جنگ ملک جلال الدین که یک که نظام یک نظام ملک جلال الدین که و پرتکال ملک جلال الدین زنگ نو تو بیایشی بگوش که حاکم حکومت کش که داریم ملک جلال الدین که آی چوپرا مطلبه و مکی پیت ملک دینا نو تو بگو که حکومت ملکان گفت کش میر حمل حکومت بود و نبود تگینه بله بود ملک سردار بود و تو ملک کماش بود آی پیدم بود آی پیرو که حکومت بود کش ملک های حتی در کرد در تاریخ امپراتوریت عثمانی هستش تاریخ نوشته فلان روز ما پرتغالیان جنگ بوده ملانشان پروشته ما مجبور بودیم بریم در دریا مات کنم ما تو نگیتی ما گوش نگیتی می آب و حلاسته بلوچایت ما رو محاصره کن پدا که متوجه بودی که ما مسلمانی ما رو کمک کن ما رو نان و آب کن حتی می این چیگان قایقانش کمک کن پا پیم که نگش میر حمل زمانه سندی عثمانیان در حالت ترکیه در کتابخانه الان به فارسی هم چاپ بوده انگلیسی و نو 26 26 آگوست 1522 میلادی همین صحنه که من دارم میشم نو تو بیا بگو ایده که حمل نمید سر پروشه تو شعره بابا چه سنده 26 الان ما ماهی گو الان شباشت 1522 میلادی حاکم که جلال الدین ترکان عثمانی در زمان عثمانیان امپراتوری بود نیست یا یک شخصی بوده به کپتنی بوده عربی بوده برام سید علی شکار بین ترکان عثمانی و هندوستان آزما همه زمان که انگلیزان دست عثمان هندوستان در تو انگلیزان نه ولی گوا در ایالت گوا پرتغالیان یهتگه و سید دیگه چی بابا ما ربطی چو ما جنگ کن ما دیگه جنگه هی جنگ پرتغالیانی گو مظفر که چوک جلال دین ملک جلال دین حتی مظفر لقبی که اونه یا نام ملک شاه اصلی نو بیا بگو که بابا میر حملی نه میر حملی جنگ نکرده پرتغالیان آنها کرد سر پروش پرتغالیان دعوت کو تا میبینه رام بابا مسخره این که یا حاجی کمال خان مرحوم شهریوانی که خود عمر لوتت گم مظفر جنگ بکنم خود عمر برنایت بیتی گفت تو جنگ مکن
تجربه ادنه جنگی من جنگ کنم یا دیم به دیم بوده با چه لحنی ای لعین این کافره که مزفر ببین شما آی خوتی از در آی خوت سنبوله نه گر خوت عمر چیز کو جت به زمین که تا سینک تا زمین را تمام دروگ اصلا شو هم اصل نه خوت عمر گو پیر کو مزفر هم اصل گو پیر کو مزفر تا هم اصل نه یکی یکی شایری بست بیچاره مالک والا و نداشتی من همه تو هم 10-15 رو پیش یک تکی چه میشه مالک والا نیست تمام غلط هم از در تاریخی غلط و هم درست عکس بوده یعنی کسی که یهته ملکان که یهته کیچه حاکمی چه خوتا گفته زمان پیر یعنی زمان خوت عمر بوده نه زمان میر محمد این سه نسل اختلاف وای که تتکه خوت عمر بوده و براتانی اسماعیل و اسحاق آواجان دی په دیرجات و سند و لس میره رفته که خوت عمر رفته دی په دشتاری و این جاگای که نامی که شه صاحب هم بوده نشت ایشی که من عرض کنم که اینو شیران باید همه بریم که هسته مردمش بچاری قصیده یا حماسه چون ارزشه ولی ارزشش ادبیه بقیه چیزانش تاریخ نه لحظه جاگا مردم گاره کنه چون میر جلال خان که شان گوشن هوتی پیدا بتا یکی رندی پیدا بتا یکی داشاری پیدا بتا اصلا غلطه اصلا تاریخ بلوچستان از جلال خان شروع بی جلال خان مال کدینه مال 1400 میلادیه یعنی مال هیچ تاریخ نبوده بلوچستان آیان راست بشه سیدزادیان راست بشه چون سیدزادیان در قرن هفتم اولین گروه چیبی که به منطقه سراغانی آئی از قرن هفتم قمری و شان از افغانستانی آئی و شان از اولاد عربانی به که در از در منطقه سیستان به در منطقه سیستان دو نوع عرب بی. یک سری چه به و تا حضرت علی زهر بت جنگش کنم فلا جنگ بته و یک سری همین زمان عباسیان وقتی این گو معمولیت یک سری سانگبندی هم بود خوارج در این محدود سیستان وقتی از منطقه شام و کربلا و نجف شما ملکان تحت کرد چیزی که ایشان به همه منطقه سیستانیه و این عربان همه گروهان اولاد همه مرد البته بعدا شان از حالت خوارجی در یک گروه عرب دیگه یه که پیش جنگ جهانی اول شان گشته ترک یا عربی عربای یعنی عربان مدت هم زیر نظر ترکان و عثمانی ده شانش دین داده گد بیای تبلیغ میکنی برای عثمانیان و آلمانیان از طریق چه کانال اسلام عثمانیان
و آلمانان هوره در مقابل کافران هم انگلیس. خب مردم منطقه دلش پر نشه انگلیس با ظلمان و حیله و مکرونی که حداقل در 2 قرنش کرده در شبهکاره هند، افغانستان، این مشمه علاقه هنگه کم که یک گوشه ای بوده، ولی افغانستان این منطقه سیستان داره، کندهار، کابل، همه جا. نو این گروه که دیگه در واقع پشت سرش یک مسئله سیاسیه، تحریک مردم مسلمان علیه انگریزان. و مدرکی هم که ارائش دایشه که از نظر اسلامی مرکز اسلامیت عثمانیانه و هنچ شدن هنچ بوده در آزم و خلیفه اسلامی حکم ایشه. یک سریعت برای تبلیغ در گروه هایی که ترتیب بشه به خاره هند و یک سری هم در همه منطقه من چون مسئله صوفیگری هم در شبه قاره هند شروع بود. صوفیگری بنگاه و تشکیلاتش در هرات هم هستند، گروه صوفیزم. همه صوفیزم ها به بلوچستان هست، یعنی پیش از جنگ جهانی، این مربوط به قرن هفتم. همه گروه صوفیزم آباده شریعت کمی نه، ملا نیستن، صوفیزم قوی بود در بلوچستان. کسانی مثل صاحب مل حضوری، صاحب مل نیبک، حضرت صاحب مل بابا حاجی، شان کسانی بودن که صوفیزمش از دزدک رواج داشت در بلوچستان. در همه 80 90 سال این ملای آیده تمام جا گوشت صوفیزمته، تمام جا صوفیزمت قدرتی هستن. هیچ حاکومی نه 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 ملا تاریخ پناهی بابا، من دارم گوشه 80 90 سال ایدیمه صوفیزم قدرت میده. هیچ حاکمی در هیچ کلاتی در بلوچستان نبوده که ایشون طریقت میگیره، یعنی مریدی مدی. پیش از شاه بعض جاها زیگری بوده قوی، لحظه جا خیلی قوی بوده، مثل محمود سرباز تا برابر راست کو که فکر کنی برا لحظه جا نوکی وارد بوده با حکومتی که بریده از ملکان گفت در محدود سرباز از 1623 و ایدین، از 1623 میلادی ایدین. خب بریده ها سرباز منطقه برده و ذکری بوده، حکومت اصلا ذکری بوده. شما اثر در دزک مشتهی اواخر، ولی آخر که با یحتل صوفیزم و قدرت گرفت صوفیزم در آن منطقه دیگه شام بدا مسئلهش خونسا بود زیگرید و فقط در محدوده زاموران پشت این دو سه آبادی هست وشین دشتوک آبره چشت نهنگه بل حمیدینه، یعنی طرف بریدنه محمد رفته بشون میتونم دو آبادی یعنی مچو حساب کتاب حتی میتک گیشترته که دایم که حتی دور راه که دور راه باید اودن کماشش دیگه مرد ابنام که دا اصلا مارو پذیرای که ما همراه بو همه بعد به خدا دروچ که ما همراه بو تا به محدوده که ما رفت و این منطقه من زگری زامران دیگه قسمتی که به ما نزدیک همه دوی آبادیان پدر جد زامران از یک محدوده به پایین به طرف شرق رو درک بنا دیگه تو رفتی نزدیکی هر جا آنگو من نرفتم من ایش کتم
محکمه زیدی آمد اسکوتات که نگران او اسکوتات کانگو باز است دوباره به کراچی هم باز ملی رو ما تربت با مرکز شد محمد رفته گفت تربت شنجوری دعوت میتونه همه لوگ میتونه اصلا وارد میتونه شنجوری در آز برخ زمانی کماش شارد دیگه ناکوزهتی هستی است که داروخانه ایم هستی است تربت های ناکوزهتی است ولی شنجوری دیگه کماش شدید که من رفت لوگ بله سکریان یک زمان قدرت میتونه حکومتش کوموده هم کیچش کوموده پدا سرباز و این منطقه نشان گرفت حکومتش کوموده ولی صوفیزم در سرامان آیانه پد حد ده نتوان تگش نفوذ بکنه فقط سرباز فرق کرد جیو والا آنچه که من در من نشکات چگو ملازیان بله شاه اوگانه بابا شاه اوگانه شاه از حدود سال 1752 53 به بعد ته بلوچستان آن توسط میر نصیر خان نمیره میر نصیر خان بعد از جنگی که با زکریان و با بلیدیان و گیچیان کردن در کیچ و حاکم گچکیه به نام ملک دینار البته این ملک دینار با عام ملکان حکومت فرق کرد این گچکیه این آیان نه که باید نامش یکی اگر اشتباه مکنم 1752 53 وقتی میر نصیر خانیت این مرد جنگ کو میر نصیر خان و در تنب کلا کشک گرگ بود تسلیم بود و بعد از چوک şey Ömer'e geçki başti min pita hamsi koşta min nasir khan go kişareti pita koşta to eti ki o az koşta بعد زیاد ببار ما تا کسر کن زیاد برگشت بعد از 40 ملا زنده بعد از 40 ملا به بلوچستانیت و شان آگانت و من آنچه که تاریخ من دیسته همشیه وقتی یهت تقسیم بوده کسر کند گه یک دو سنه پیش دیدم به طرف که نامی بنتو پنوش آنگورا سرامان دیگه حتی مینا همین کازی رحمت الله مولی مصلح الدین شنی بدوی که مایانه یا مولوی هست در آشار سالیت فامیل و چما خانواده در سبه فامیل سالی در بخشان سراوان هم هست البته فامیلان که او در دیگره لحتی حسینی لحتی یکی هست فرماندارت کنه را که کنجای باشینا فامیلی الا شمسته همشان ولد یک دو خانواده به نام گلدرزی ملکمشانه که ملازی و مولوی عبدالله صاحب مولوی عبدالعزیز صاحب شان از طایفه ملازی نه بابا
چون هیچ رگ مولایی از مولی عبدالله پسر نی، به نام فامیلش نی. این چکر رگ ریشه چی ببین، ملازهی ببینه، شان بریده ای ما، شان بارانده ای ما، شان آسکانی ما. از مولوی صاحب مولوی عبدالله ایده خب آبت سجل نبود و تمام این واقع مولوی عبدالعزیز صاحب دیگه سجل کی بود دیگه فامیلش ملازهی بود. ولی آن ملازهیانی که من عرض کو در قرن 18 زمان حکومت نصیر خان در کیچ وقتی یحت تا کسر کند آواجه دیم داد در نوشتان که من دید 40 نفر نوشته. حالا من نزانش با 40 بودتگه 4 بودتگه بیشتر کمتر، ولی یک اقدامی در ارتباط با ملایان بوده که این منطقه بیامه کم ز کم نمازی سر مرده ایوان نکاحی کنه. نیمه قرن 18 رسمی طور ما بده دیگه پیشا با پیمی ملا نگیم، به نام ایشی که ملا ببی پیش ما ببی. به جز جواب رسه بجه हमेशा शहर की पौधा तो मांगे है नवाब तक और शहर की मौत एतराज करेंगे तो दुरान के एतराज Mani sargarmi am den sargarmi man wani kemikal ايش تسوي طبعا من نظر شو ايش كوينا مش اذا انت بما اعتراض كانت اي حساب نه بدك شو اقول عشان نمرق بينا اي سر ما اعتراض کردن گوش بحث که شر ما وجه خدا حافظی کنی گوش بحث باشه الله ما یاره واسه برو باز باشه الله تبارک تو سبکه بالک شهک بالا توش بروچ میدی ما همیشه هیچ چانتی هبران پا شهک چه دیم دیا تو من هیچ نگوشته تو بیا گوتی برات برکه تو هیچ به من نگوشته بابا اون شهر بیا گوتا خبر کنه بابا بالاچ بله ودیگه بابا ودیگه انگه نرسته سلام شکر با تو چونه دی دی آنکه پیشی دارم دیگه شما واشت دیوان مردم ها باشه سلام بچه شکر درد برابر بتگه رنگ چونه خوشان جان برابرت من تیتا تو چونه رنگ الحمدلله شکر باشه خوشم متوجه تگوش من تی تا پیش مردم ها در کراچی پیدایشی نه کراچی گالگون یک که و چه کراچی والا اینه نک باتا بله همون پیدایشه که تی چی کجی ها تیت لاتی مردم گشتا درچ کراچی مشوی سر کابتا موادم بری کارنی بله چه مونگو هات کنه بله چی لابزی نه زانا شما سلامت بی من با اجازت روام چی باش دل وقت سلامتی الله میاری خدا حافظ
Sanjam قربانی کوتی تو بالا چه دیگه واجه پخش